حتما برات پیش اومده که بعد از شستن صورتت احساس کردی که پوستت خیلی خشکه و آبش رو از دست داده. این مشکل به خاطر اینه که خیلی از شوینده ها چربی پوست رو بیش از حد از بین میبرن. اما شوینده های هالورونیک اسید شوینده هایی هستن که هم پوست رو تمیز میکنن و هم باعث آبرسانیش میشن. چرا این شوینده ها باید توی روتین پوستیمون باشن؟ اینا شوینده ها بدون اینکه پوست صورتمون رو خشک بکنن، آلودگی‌ها و چربی‌های اضافه رو از بین میبرن و پاکشون میکنن. هالورونیک اسید مثل یک آهنربای رطوبت عمل میکنه. باعث میشه که پوستت همیشه هیدراته و پرنشاط باقی بمونه. بعد از شستشو با این محصول پوستت همیشه احساس نرمی و هیدراته بودن میکنه، نه اینکه زبر باشه و خشک. همچنین باعث میشه که پوستت دیرتر دچار چین و چروک بشه. چرا؟ چون همیشه پوستت هیدرات است. برای انواع پوست مناسبه، مخصوصا اگر پوست خشک یا حساسی داری. تجربت از شوینده های هالورونیک اسید چیه؟ تا حالا استفادهشون کردی؟ میتونی برام کامنت بذاری و اگر مشکلی داری ازم بپرسی تا راهنماییت بکنم.